به نام خدا دکتر مهدی نادر هستم. امروز میخوایم در رابطه با مبحث مهم رانیماسیون صحبت کنیم. تمامی این مبحث از آمبوس و کتاب‌های مرتبط آلمانی جمع آوری شده و اینکه بسیار مهمه برای کسایی که امتحان کنیس دارن. امیدوارم براتون مفید باشه. شروع میکنیم. رانیماسیون یا CPR، کاردیوپولمونال رانیماسیون. خب از دو بخش تشکیل شده. فون ایرواکس در رابطه با رانیماسیون ایرواکسن هم صحبت میکنیم. BLS و ALS. BLS oder Basismaßnahme Basic Life Support, Maßnahme von Lebenerhaltung nach Auffinden einer bewusstlosen Person mit Kreislaufstillstand. و ALS oder Advanced Life Support oder erweiterte Maßnahme neben BLS auch weiterführende Maßnahmen wie Defibrillation, Medikamentengabe und gegebenenfalls Intubation. پس فرق BLS و ALS اینجاست که آقا تو ALS ما دفیبریلاسیون داریم، میتونیم ریتم مریض رو ببینیم و همینطور میتونیم دارو بهش بدیم. یه wichtige Grundlage eine erfolgreiche Reanimation. برای اینکه یه انیماسیون موفق باشه 3 تا ویژگی باید داشته باشه. اون verzüglich Beginn der Reanimation، Minimierung der Thorax-Kompressionspause und frühzeitige Defibrillation. اینها بسیار اهمیت داره برای اینکه ما بگیم یک انیماسیون موفق خواهد بود. خب BLS به چه صورته؟ این بچه قسمت بسیار بسیار مهمه، اینت خوب دقت کنید. Maßnahme bei Auffinden einer bewusstlose Person. یکی رو توی خیابون پیدا کردی که bewusstlos. اولین کار Reaktion prüfen. یعنی چی؟ Ansprechen, schütteln an den Schultern. Keine Reaktion. خب اول باید صحبت کن. جواب داد که خب هیچ. جواب نداد، شونه‌شو محکم تکون بدین. اگر باز هم ریاکسیونی نداد Hilfe rufen und Atmung prüfung. تو قدم بعدی که ریاکسیونه، بعد قدم بعدی Atmung prüfung. خب این خودش شامل 2 تا بخشه. از طریق hören, sehen und fühlen. یعنی چی؟ شما سرتون رو میذارین جلوی دهن مریض، دهن اون فردی که به اسلوسه، حس میکنید آیا نفس کشیدن رو، میبینید تراکس هبونگش رو یا میشنوید نفس کشیدنش رو. نهایتا باید 10 ثانیه این طول بکشه. و همینطور مهمه که اینجا freimachende Atemweg. Kopf oberstrecken, Kinn anheben. در واقع این مانور رو باید برش بدیم. خب پس ریاکسیون پروفن، آتمون پروفن. جالبه بدونین که توی منابع چیزی به اسم پولس پروفن من پیدا نکردم. شما میتونین بگردین ولی من جایی پیدا نکردم که لازم باشه پولس پروفن بشه، چون این BLS رو باید حتی یک فرد غیر کادر بهداشت هم بتونه انجام بده. خب پس مرحله بعدی، حالا با نورمال آتمونگ اگه دیدیم که آتمونگ داره مریضمون، regelmäßige der Atmung stabile Seitenlage. مریض رو باید به صورت استابیل Seitenlage بذارید. عکسش رو توصیه میکنم برین ببینید که به چه صورته استابیل Seitenlage. اگر دیدین که نورمال آتمونگ نداشت، دو نوع یعنی چی؟ نورمال آتمونگ نداشتن یعنی چی؟ یعنی یا آتم stillstande یا شناب آتمونگه. شناب آتمونگ توی تو 40% موارد بعد از این کریسلاف stillstand داره، بعد از 1 دقیقه einzelne tiefe Atemzüge mit langem Atempausen. در واقع یک نفس‌های عمیق گهگاهی تک به تک که پازه زیادی بینشون. این در واقع علتش چیه؟ ursächlich sind hypoxie-bedingte Kontraktion des Zwerchfell. به خاطر هایپوکسی که زwerchfell میگیره یه های کنترکسیون میده و این باعث آتمون میشه. شناب آتمون در واقع ما حساب میکنیم جزء نیش نورمال آتمون ها. خب پس اگر ریاکسیون و آتمون نداشت
قدم بعدی چیه؟ Notruf 112 absetzen und AED antworten. زنگ بزنیم به اورژانس و automatisierte external defibrillator درخواست میکنیم. خب پس مهم بود دیگه، اینا رو نداشت شروع میکنیم، زنگ میزنیم 112 و شروع میکنیم به هرتزدوگ ماساژ. این خیلی مهمه که بدونید که هرتزدوگ ماساژ یا تراکس کمپرسیون 3:2 هستش، یعنی 30 تا هرتزدوگ ماساژ 2 تا آتمونگ. خب تکنیکش چیه؟ یعنی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که بگیم که این یک تراکس دوگ ماساژ افیسینته؟ دوگتیفه باید 5 تا 6 سانت باشه، فرکانسش باید 100 تا 120 باشه، مینیمال اونتابقشون داشته باشه. Nach jeder Kompression vollständige Entlassung des Brustkorbs یا همون chest recoil توی انگلیسی. اجازه بدیم بعد از هر بار کامل برگرده به حالت عادی و دوباره کمپرسیون بعدی. مهم اینه که es sollte möglichst auf eine festen Untergrund erfolgt، یعنی باید زیر مریض یه چیز سفتی باشه، مثلا کف زمین، ترجیحاً نه روی تخت نرم. Wechsel mit weitere Person alle 2 Minuten. چرا؟ Erschöpfung zu vermeiden. Handplatzierung، چجوری دست رو باید کجا بذاری؟ Eines Handballens platzieren auf der untere Hälfte des Sternums. در واقع توی 1/2 پایینی استرنوم میذاری. Beide Hände übereinander mit verschränkten Finger, senkrecht über Brust des Patienten beugen, Arm gestreckt halten. آرممون نباید که بوکت باشه. تکنیک در Mund-zu-Mund-Beatmung. خب اگه خواستیم Mund-zu-Mund-Beatmung انجام بدیم باید ماکسیمال 10 ثانیه طول بکشه و بهترین حالت اینه که هر آتمونگمون 1 ثانیه طول بکشه. پس باید براش چیکار کنیم؟ اول Atemweg öffnen کنیم، از طریق چی؟ Kopf des Patienten oberstrecken, Kinn anheben. Head tilt chin lift در واقع تو انگلیسی میگفت. بعد باید دماغ مریض رو بگیریم، Nase verschließen, tief einatmen, 2 Atemspenden je 1 Sekunde. هدف چی از نفس دادن؟ یعنی چجوری نفس دادن رو مجازه نفس دادن به در بخوری حساب میکنیم؟ Sichtbare Anhebung des Brustkorbs. این یعنی این که حداقل 500 میلی لیتر هوا دادیم بهش. حالا جالبه بدونید که الان یک روشی ما به اسم کمپرسیون آنلی CPR. اگر در واقع چیه این میگه durchgehende Herzdruckmassage wenn Ersthelfer nicht wollen oder können die Beatmung. حتی wollen وقتی که امدادگر نخواد یا نتونه، حتی نخواد که نفس بده، ما میتونیم در واقع به صورت ممتد فقط هرتزدوگ ماساژ انجام بدیم. از وقتی که آیده هم در دسترسمون قرار گرفت، اینو حتی یک آدم لاین هم بدون تجربه کادر درمان هم میتونه استفاده کنه. چجوری کار کردش؟ Das Gerät einschalten, Klebeelektroden anbringen, Platzierung anterolateral که وقتی میگیم در واقع میشه rechts vor Sternum in unterhalb des rechten Clavicular. Linkش رو کجا میذاریم؟ direkt unter der Achselhöhle in mittleren Achsellinie. و جالب بدونید که آیده فقط برای بچه‌های بالای 8 سال استفاده میشه. آنوایزونگش هم دیگه فولگن کنید. بعد که ریتموس آنالیز کرد، falls Schock empfehlen, Patient nicht beruhigen, Schock auslösen, danach sofort CPR 3:2 fortführen. اینم از کارکرد آیده. خب, Fortführen der Animation bis professionelle Hilfe eintritt, die Patient wieder reagiert oder Ersthilfe erschöpft. Advanced Life Support یا erweiterte Maßnahmen. Keine Reaktion, keine normale Atmung, CPR. این بچه ها خیلی مهمه، این خیلی سوال خیزه، خیلی مهمه. یه دونه فولس دیاگرام داره توی خود آمبوس، من همونو سادش کردم
و به این صورت در اومده که الان با هم کار میکنه. خب پس ما باید چیکار کنیم؟ دفیبریلاتور اینکلوزیو EKG anschließen. این پریوریتت داره به بقیه اقدامات. که اول ببینیم ریتم مریض چیه. IV Zugang Etablierung, Atemwegmanagement, O2-Gabe, Gudeltubus und Beatmungsbeutel oder Intubation und Kapnographie. یا O2-Gabe به این صورته که بعد بهش آتموگش رو فزیشن کنیم. خب بعد چی جوریه؟ ریتموس کنترل کردیم، مریض اومده وصلش کردیم به EKGش رو دیدیم، به دستگاه دفیبریلاتور EKG دیدیم، یا دفبریل بار هست یا نیش دفبریل باره. چه ریتمایی دفبریل بار هستن که قابل شوک بلنده ونتریکولر فلیمن و پولس لوز ونتریکولر تاخیکاردی. در واقع کاما فلیمن و ونتریکولر تاخیکاردی اینا دفبریل باره. آسیستول باشه مریض یا پولس الکتریکال اکتیویتت داشته باشه، اینا نباید بهش شوک بدیم. حالا اومدیم و شوک‌گابه کردیم، اولین شوک رو بهش دادیم، مثلا فرض کنیم که دفیبریل با ویتک کرد مریض، شوک رو دادیم. Nach dritte Schockgabe muss man Adrenalin 1 Milligramm alle 3 bis 5 Minuten geben. و آمیودار بعد از شوک سوم، و اینا یادتون باشه دیگه ریتمای هر توراکس کمپرسیون ها هر 2 دقیقه است. یعنی ما ماساژ میدیم، بعد شوک رو میدیم، بعد بلا فاصله بعد از شوک دوباره کمپرسیون توراکس کمپرسیون انجام میدیم. بعد از شوک نباید وقفه بذاری که مثلا ریتم رو چک کنی یا پولس رو چک کنی، باید بلا فاصله ادامه بدی با توراکس کمپرسیون. خیلی مهمه. بعد از اون قبل از اینکه شوک بعدی رو بدی، یعنی اون 2 دقیقه‌اش که تموم شد، قبل از این شوک بعدی بده، یه لحظه نگاه می‌کنین ریتم مریض الان چیه، وضعیت پولسش. nach dritte شوک آدرنالین میدیم و آمیودار. آدرنالین حالا دارو درمانیش چطوره؟ اینم خیلی بحث مهمیه، سوال میشه. آدرنالین 1 میلی گرم آدرنالین به علاوه 9 میلی لیتر NaCl 9%. اینو آماده میکنیم با توی یک سرنگ اشپریتزه 10 میلی لیتری، یعنی 1 میلی لیتر از آدرنالین 9 میلی لیتر از اون میرسونیمش، انگاری به میشه مثل آمپولای 1 در 10,000. بعد bei Präfergabe nachspulen mit mindestens 20 Milliliter NaCl, dann Hochlagerung der Extremität. پس اینو اولا باید سریع جت برای مریض بلوز بزنی، بلا فاصله برشن 20 میلی لیتر دوباره روش NaCl بزنی که اینو پوش کنه سریع به قلب برسه و دست رو هم بالا بگیری. هوخلاگرون اکستریمیته مریض رو بالا بگیری. این روش درست آدرنالین دادنه. چی جوریه؟ بعدش چیکار میکنیم؟ کی بعدی رو میدیم، هر 3 تا 5 دقیقه باید آدرنالین بدیم، اما بعد از سومی شوک. توی آمیودارون چجوریه؟ آمیودارون هم بعد از سومی شوک بهش میدیم 300 میلی گرم یا 100 میلی گرم لیدوکاین، یا آمیودارین بعد از سومی شوک میدیم یا 100 میلی گرم لیدوکاین. بعد از شوک پنجم ناخ فونفت شوک نصف میشه، یعنی 150 میلی گرم آمیودارون میدیم یا 50 میلی گرم لیدوکاین. و خب بعدش هم ماساژ رو میدیم و دوباره چک میکنیم ببینیم مریض برگشته یا نه. دارو درمانیش خیلی مهمه، اینکه چه ریتمای شوکبل هستن نیستن خیلی مهمه. توجه کنید که اگر آسیستول بود مریض و در واقع نیش دفبریل بار بود، ما توراکس کمپرسیون انجام میدیم و از همون اول شروع میکنیم با آدرنالین. این نکتهش. خب شوک‌گابه‌مون به چه صورت؟ 150 جول بیفازیش آسینکروناسیون، این برای استشوکه.
و شوکای بعدی میتونید تا ماکسیمال 360 جول ببرید. ROS شاید ببینین جایی، در واقع Return of Spontaneous Circulation wieder einsetzende Spontankreislauf. در واقع وقتی مریض برمیگرده، وقتی مریض برگشت باید مثل تروما ABCD رو شما چک کنیم. بعد یه سوال کانال اکاگه میگیرین. هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که Sauerstoffsättigung 94 bis 98 و نورموکاپنی بشه. اگه تورساد پوان باشه که با هم توی کلاس اکاگه دیدیم که یک نوعی از ویتک هستش، مگنزیوم سولفات 2 گرم IV Kurzinfusion Wiederholung nach 10 bis 15 Minuten. مگنزیوم خیلی مهمه. با گزیشت آتنبک وقتی که شاید این دیدم که سوال شده توی امتحان، durchgehende Thoraxkompression zeitgleich beatmung کی میایم همزمان، یعنی دیگه 3:2 نیست، بلکه durchgehend Thoraxkompression انجام میدیم و zeitgleich هم beatmung وقتی که گزیشرت بشه آتنبک، مثلا مریض انتوبه بشه. با چه سرعتی؟ 10 بار در دقیقه. با چه حجمی؟ هر بار 500 میلیلیتر. بحث مهم دیگه که اینجا داریم ریورسیبل اورزاخ آین کرایسلاف Stillstand. چه علتهایی وجود دارن که ریورسیبلن و خیلی مهمن که ما اینا رو باید تو مریضی که داریم ریانیماسیونش میکنیم سعی کنیم بشناسیم و درمان کنیم. هیتس ها، این هیتس مخفف چیه؟ هرتز بویتل تامپونات، ایش اینتوکسیکاسیون، ت ترومبو امبولی که این ترومبو امبولی شامل میوکارد اینفارکت و لونگن آرتری امبولی میشه. اس اشپانوس پنوموتوراکس، فیاها چیه؟ هوپوکسی، هوپوولمی، هوپو اودا هوپاکالیمی، هوپو اودا هوپاترمی. اینا چیزایی که مهمه. چجوری میتونیم اینا هر کدوم رو تشخیص بدیم؟ اگه شما بلودگاز آنالوزه انجام بدی میتونی اسیدوز تو هوپوکسی ببینی، میتونی کاهش هموگلوبین تو هوپوولمی ببینی، میتونی هوپوکالیمی رو تشخیص بدی. اگه شما اشوکاردیوگرافی انجام بدی میتونی چیا رو ببینی؟ میتونی مثلا هرزبویت تامپونات رو ببینی، میتونی ترومبو امبولی رو ببینی. ترومبو امبولیش نیست، در واقع قش هرتز بلاستونگ رو اگه امبولی باشه، اگه لونگن آرتری امبولی باشه، یا مثلا اگه میوکارد اینفارکت باشه هوپوکینتیش هرسموند به ویگونگ رو ببینیم. شپانوس پنوموتوراکس هم که خب بیشتر میشه با ایفست اولتراشال نوتفال سونوگرافی در واقع دید. اونم میتونی باهاش مثلا شپانوس پنوموتوراکس رو ببینی، هوپوولمی رو مثلا ببینی اگه خونریزی داخل پریتونل داره. خب هوپوکسی چه بفوندایی داره، چه ماسنامه‌هایی میتونیم انجام بدیم، اینو میتونید خودتون مطالعه کنید. خب چه کمپلیکاسیون هایی ممکنه اتفاق بیفته؟ مثلا ریپن فرکتور، Verletzung von Bauch oder Thoraxorgan mit innere Blutung ممکنه. پست هوپوکسیش میوکلونیه، در واقع مغز هوپوکسی کشیده و این باعث میوکلونوز شده. اون گونستی که سایشن فور eine هوپوکسیش انسفالوپاتی. نکته بعدی که بسیار مهمه اینه که فتسیش او آبوخ کریتریه. خب وقتی که زیشر تود سایشن رو ببینیم تو مریض، فروه لایش فرندرون ها مثل توتن شتاره یا جمود نشی، توتن فلیکن بعد از 20 تا 30 دقیقه این ظاهر میشه، یا اشپت مثل فربزون، فویلنیس. آبوخ کریتریه. مهمترین چیز اینه که
anhaltende Asystolie nach 20 Minuten ALS und Ausschluss reversible Ursache eine Kreislaufstillstand. 20 دقیقه است داریم مریض رو رانیماسیون میکنیم. آسیستول بوده، آسیستول هم میمونه و اینکه ریورسیبل ارزاخواه ها هم بررسی کردی و دیدی ریورسیبل ارزاخواه هم نداره. اگه بعد از 20 دقیقه آسیستول موش این میتونی که شما دیگه ادامه ندی. آبوغ کرده. یکی دیگه از چیزا nicht beobachtende Kreislaufstillstand mit Asystolie in der initialen Rhythmusanalyse und Ausbleiben einer ROSC oder Überwiegen des Schädigungsrisikos durch anhaltende Reanimation gegenüber der plötzlichen potenziellen Nutzen. اگه که میبینیم فایده هاش براش کمتر از ضررشه خب میتونیم دیگه ادامه ندیم. با مریضی که اول آسیستول بوده و کلا آسیستولی کم چیزش بدتره. Uneindeutige Kriterien Dauer der Wiederbelebungsmaßnahme. اینا Pupillengröße bzw. Pupillenreflex, beidseits weit, lichtstarr und entrundete Pupillen, Hinweis auf Beeinträchtigung der Hirnstammfunktion. احتمالاً ساقه مغز آسیب دیده که وقتی پوپیلنگروسا چیز میشه، ولی این یکی از کرایتریاهای ابسولوت نیست. خب خیلی کوتاه در رابطه با این بگیم که اشتت به آتمون اشتهکا این فورتا گهون، در واقع مریضای نویگبورن بچه هایی که نوزاد هستن و زویگلین شیرخوراک و کیندر یوگندیشه، توی اینا برعکس بزرگسالا ما تنفس اولویت داره. مثلا تو رو نویگبورنه آبگبورد 20 استمونات میگن بهش نویگبورن دقایت سو اینسه 3 تا هرتز دورک ماساژ، یه دونه به آتمون. زویگلینگا اگه پروفسیونل هلفنده باشه 15/2، اگه اینسل باشه لاین میشه 30/2 هم بدیم. تکنیک توراکس کمپرسیون به چه صورته؟ با زویگلینگ نویگبورنه 2 فینگر تکنیک به این صورت من میخوابه رو دستتون و شما با 2 انگشت میزنین پشت، میزنین روی در واقع هرتز دورک ماساژ میدین. 2 داومن تکنیک بچه اینجوری میگیم و با 2 تا داومنتون برش هرتز دورک ماساژ انجام میدین. پرکوردیال فاوستشلاگ دیدین تو فیلم ها یه وی میزنن رو سینه طرف که برگرده. این Durchführung nur in den ersten Sekunden eines beobachtenden Herz-Kreislauf-Stillstand. فقط یک جا اندیکاسیون داره وقتی که جلوی خودتون یه مریض هرتز کرایسلاف استیلشتند میکنه میفته، در واقع به اوسلوس میشه دیگه لفظ نداره. تو اولین لحظه ها شما میتونید پرکوردیال فاوستشلاگ بکنید، یک مش بزنید توی سینه‌اش. پرکوسیونس اشتیمولاسیون این حالتی که ممتد بزنی. این کجا چیز داره؟ من اینا رو از آمبوس در آوردم، میتونید چک کنید، بر خودم هم جالب بود. در واقع پرکوسیون پیسینگ ریتم میشه Faustschlag 50 bis 70 pro Minute auf den linken Rand des Sternums nur bei extrem Bradyarythmie. و خیلی کوتاه هم در مورد مریض اشوانگا آتموکسیشن خیلی مهمه، فوتسایتیک اینتوباسیون و موگلیش اورزاخه فروخت واسه امبولی ممکنه باشه، بلوتونگ ممکنه باشه. در اینا نکته ای که خیلی مهمه فرهیند اون آورتوکاوا لا کمپرسیون، در واقع شما فشار روی آورت و وناکاوای اینفریور رو باید ورد از چه طریق منوله اون تا فرلاگرون ناخ اوتروس فرلاگرون ناخ لینکس، یعنی مریض رو سعی کن یکم به سمت چپ مایل کنید که فشار اوتروس یا رحم از روی وناکاوای اینفریور و آورت برداشته بشه.
و کایسلاوفورترونگ انجام بشه. این بود مبحث رانیماسیون. سعی کردم خلاصه مفید براتون بگم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و موفق باشین.